قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي قاعده هشتم چی است؟ میگه خطر شرک را در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بفهمید. وقتی که خطر شرک فهمیدی باز میفهمی که شرک چقدر خطرناک است. شرک یکی از گناهان بزرگ می باشد که نسبت به تمامی گناهان بسیار خطرناک است که خطر شرک را می توان در آیات قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله به دقت ملاحظه نمود. خب خطرهای شرک در قرآن عظیم الشان، در قرآن عظیم الشان اول خطر اولش چه قسم گفتن؟ میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. سعی کنین، یکی شرک است، یکی دیگه گناهایی که پایانتر از شرک است، مادون شرک است، مادون. حالا در نظر ما و شما شیطان چه قسم آورده؟ اگر کسی قتل کنه میگی بسیار گناه کلان کرد، یک کسی زنا کنه میگی بسیار گناه کلان کرد، صحیح نه؟ یک کسی شراب بخوره او بچه فلانی شرابیست بسیار خطرناک است. اما خود پدرش در 20 تا شرک مبتلاست، این قرار در غندی خیر شیشته. در حالی که از نگاه آیات قرآن صحیح دقیق بخوانین چی میگن؟ ان الله لا یغفر، الله مغفرت نمیکنه ان یشرک به، که کسی به او مخلوق را شریک بسازن، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی پایانتر از شرک چی میکنه؟ الله میبخشه. حالا قتل بلند است یا شرک؟ شرک. قتل چی گفت؟ قتل، زنا را، شراب و گناه دیگر را مادون گفت. مادون کلانش چی است؟ شرک است. اما شیطان چی کرده؟ سرچپه ساخته. یعنی بسیاری کسا در شرک مبتلا است و هیچ گناه حساب نمیکنه، هیچ گناه به نظرش نمیه. میره قرار پیش یک مخلوق در شاید شمشیره، میره که او شاید شمشیره تو غایت شور میتا من تکان داده، میره بر ما بچه بتی. او را در صفت خلق کردن الله شریک کرد اما نمیفهمه. یا مثلا میره در قبر طواف میکنه، صحیح نه؟ او را با بیت الله مساوی ساخت. یا میره دست دعا را به مخلوق بلند میکنه که او سخی جان شفا بده. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ عبادت. پس اگر یک کسی را در دعا شریک کردی، خود شریکش ساختی در دعای الله، و میره بر از او. یا میره مثلا پیش یک مخلوق سجده میکنه. بسیاری کساس پیش بزرگوار صاحب که رفت در پایای از او خدا میپرد سجده میکنه. این حال اگر یک کس شراب بخوره میگه بسیار کلان گناه کرده، اما وقتی که شرک میره هیچ در نظرش نمیه. در حالی که الله میگه که شرک کلان است، قتل این دیگه گناه چی است؟ مادون است، پایین است، و الله دیگه را میبخشه. یعنی میشه قاتل توبه بکنه، زناکار توبه بکنه، شرابخور توبه بکنه. حتی اگه توبه نکنه الله میشه ببخشش بدون توبه. اما مشرک که در دنیا توبه نکرده باشه، با شرک مرده باشه، این آیت سر اینی آدم تطبیق میشه که کسی با شرک وفات کنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. باز تکرار میکنه و من یشرک بالله، کسی که با الله مخلوق شریک کنه، فقد ضل ضلالا مبعیدا. میگه این گمراهیش بسیار دیگه گمراهی خطرناک است، بیخی دیگه از دایره ایمان خود دور کرده، بعید، بسیار خطرناک است. خطر دوم شرک چی است؟ الله میگه یک چیزی که میگیم خطرناک است رو باید الله خطرناک گفته. الله چی میگه؟ الله میگه که ان الشرک لظلم عظیم. اینا دو قسم ظلم است، یکی ظلم عظیم است، یکی ظلم صغیر. یک نفر 10 جریب زمینش خورد، این ظلم است یا نیست؟ عظیم است یا صغیر؟ صغیر است. ظلم عظیمی است که خودت در دوزخ میپرتی.
یک کسی ظلم سر دیگه کس میکنه، یک کسی ظلم سر چی میکنه؟ سر خود میکنه. الله گفته که شرک ظلم عظیمه. ان الشرک لظلم عظیم. در قرآن یگانه کسی که بسیار حکمت داشت پیغمبر نبود اما حکیم بود، بسیار با حکمت بود. چی نام داشت؟ لقمان. و اذ قال لقمان لابنه، الله میگه لقمان، سعی کنین که لقمان که بسیار حکیم بود چی میکرد؟ لقمان برای بچه خود از چی شروع کرد؟ از رفع الیدین شروع کرد. از چی شروع کرد؟ از عقیده شروع کرد. و اذ قال لقمان لابنه یا بنی، ای پسرک من. دبش زد یا ناز دادشه؟ ناز داد، با مهربانی برش گفت یا بنی، ای پسرک من. ای بنی عربا که به عربی استعمال میکنه، ای پسرک من، ای شاگردک خوب شیرین من. این حالا چی میگه؟ یا بنی لا تشرک بالله، اشکو فکرت باشه به الله کسی را شریک نسازی. ان الشرک لظلم عظیم. این بسیار خطرناک است. نماز قضا کردی، روزه نگرفتی، حج نرفتی، به گناه ها مبتلا شدی، او خاص خطرناک است، موبقات است، هلاکت میکنه. خود هلاک کننده ترین تمام هلاک کننده ها چی است؟ از این خاطر لقمان حکیم بود، برای بچه خود میگه که لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بعضی کسا دیگه چی میگن؟ نه صاحب شما بسیار در شرک گپ میزنین، الا بتین همین پشت شرک در حقوق بشر گپ بزنین، در چی گپ بزنین؟ محیط زیست. مولوی صاحب یک روز صاحب بسته خطبه جباری چی است؟ محیط زیست است، باز حقوق زن، باز حقوق طفل، در شرک دیگه از بوری خودش در شرک مبتلا است. الله میگه ان الشرک لظلم، یعنی حکمتی است که اول اولادت از چی نجات بدی؟ الله میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه. برای چی دادیم؟ آلی گپی حکیم چی بود؟ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم بسیار بزرگ است. اول درس لقمان همین بود بر بچه‌ش. خطر سوم شرک چی است که میگه شرک تمامی اعمال حسنه را چی میکنه؟ از بین میبره. چی دلیل داری؟ دلیل باید از قرآن بیاری. ولقد اوحی الیک، الله برای رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ای پیغمبر وحی شده بر تو، و الی الذین من قبلک، و به کسانی که قبل از تو بودن. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، بر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ای پیغمبر ولقد یقینا که اوحی وحی کرده شده هست الیک به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، و الی الذین من قبلک، و بر کسانی که یعنی پیغمبرایی که قبل از تو بودن. لئن اشرکت، ای پیغمبر اگر خود تو شریک بیاری. بعضی کسانی که شما این آیاتی برای مشرکین است، حالا که اینجا اشرکت تا برای کی است؟ قرآن برای کی نازل شده؟ برای خود رسول الله صلی الله علیه و آله که لئن اشرکت، اگر خودت شرک بیاری، در حالی که پیغمبر خود شرک نمیاره، لکن به خاطر ازی که موضوع که قرآن میخوانیم خطاب برای پیغمبر است، برای موضوع هم است، او خود معصوم است، لکن خطرناک است. میگه ولو که خود پیغمبر هم شریک بیاره، لا یحبطن عملک، تمام اعمال تو چی میشه؟ نابود میشه. ولا تکونن من الخاسرین، و در جمله خاسرین میباشی. خطر چهارم شرک چی هست؟ شرک قرآن میگه که انسان وقتی که ایمان داشته باشه، با اساس ایمان مقام انسان بلند شده میره. هر قدر که شما سجده میکنین، عبادت میکنین، با الله چی میشین؟ قریب میشین، نزدیک میشین، مقامتان چی میشه پیش الله؟ بلند میشه. تو میری مقامت هند آسمان هفتم میرسه، کمی شرک آوردی
سقوط میکنی. این آیت قرآن میره میگه حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر در زبان عربی به معنای چی هست؟ سقطه. میگه کسی که به الله شریک آورد مثل که چی شده باشه؟ سقوط کرده باشه. از کجا؟ من السما، از آسمان. چی کرد؟ سقوط کرد. فتخطفه الطیر، بازی یک پرندگه که عادی اختطافش میکنه، یعنی وزنت سبک میشه مثل پشه واره. بازی یک گنجش که همین گنجش که پشه رو شکار میکنه، میگه واسه رو شکار میکنه. قرآن چقدر دقیق میگه. چی شکارش میکنه؟ فتخطفه چی معنی؟ یعنی اختطافش میکنه. کی اختطافش میکنه؟ الطیر. چی رو میگن؟ پرنده. وی من قچاق قطع 80 کیلو وزن دارم، چطور مرا میتونه پرنده چی کنه؟ اختطاف کنه؟ ارزشت پیش الله اینقدر میشه مثل یک پشکک واره. مشرک پیش الله مثل چی واره؟ از پشک کردن. پشک خوب چی دست؟ پشک خوب چی دست؟ بنده الله هست، مشرک نیست. مشرک نیست، پشک جاسوس نیست. اینالی خود اینال چی میشه؟ فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، یا ایره چی میشه؟ بی وزن کمی شمال مثل کمی پرنده را میبره هر طرف. ایره هم چی میکنه؟ سبحان الله. خب این خود آیات قرآن دیدیم خطر شرک. آیه میم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حدیث است، میگه عن عقبه یعنی ابن عامر، عقبه ابن عامر رضی الله عنه یک صحابی است، میگه جاء فی رکب 10 الی رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه 10 نفر آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. برای چی آمدن؟ 10 نفر مسلمان میشدن. کافر بودن چی میشدن؟ مسلمان میشدن. وقتی کسی که مسلمان میشد بیعت میکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فبایع 9 و امسک عن رجل منهم. میگه امرای 9 نفر بیعت کرد، گفت ایمان شما قبول است. 1 نفر دست نداد. اون میگه من میخوایم مسلمان شم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خدا گرفت از پیشش. چرا؟ حالا میخوای مسلمان شوه؟ فقالوا ما شأنه. مردم گفتن که یا رسول الله چی مشکل داره؟ با دیگرها قول دادی برازی دست ندادی؟ فقال ان فی عضده تمیمه، در بازوی ازی یک داره تومار است. در عصر جاهلیت چی میکردن؟ یک چوب میگرفتن یا یک آینه میگرفتن یا یک سنگ میگرفتن، ایره اینجا خود بسته میکردن که ما را از بلاها نگاه میکنن. این چی معنا میته؟ یعنی که ایوازی که قل اعوذ بالفلق بگویه، اعوذ به چی بگوی انسان باید؟ اعوذ بالله بگوی نه؟ این میگه اعوذ به سنگ، اعوذ به چوب، اعوذ به تومار. فهمیدی یا نه؟ این گفت چه قصه مسلمان میشه که در اینجا شنوز آثار شرک در وجود ازی هست، من که دزی دست نمیتون، ایمانش قبول نکرد. صحیح نه؟ ایمانش قبول نکرد. خب وقتی که شخص چون آمده بود مسلمان میشد، فقطع الرجل التمیمه. تمیمه چی رو میگن؟ علما میگن تمیمه یا موره هست یا سنگ است یا چوب است یا تومار است. اینایی که عرب ها یا در گردن خود منداختن یا در شانه های خود چی میکردن؟ بسته میکردن، یا در باربندش که خود چیز بسته میکردن. صدفه موره را میگه فیسو است. آی طفل نگاه کنه. میگه شخص وقتی که گپ رسول الله صلی الله علیه و آله شنید فقط الرجل التمیمه، این شخص تمیمه را چی کرد؟ ماند یا قطع کرد؟ قطع کرد، دوسو انداخت. فبایعه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و آله چی کرد؟ بیعت کرد. اینه چقدر شرک خطرناک است که حتی ایمانش رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول. حالا بسیاری کسا رو ببینه همین تمیما
گردنش هست، گردنش چکایش هست، هست نیست؟ اگه برش بگی میگه برو بادر شما بیکار ماندین، ایره خود مولوی صاحب ما داده بگی بند کو. میگه نمیگه. و حدیث است ثم قال، باز رسول الله صلی الله علیه و یک درس بر از اینا داد، گفت من علق فقط اشرک، هر کسی که تمیمه را آویزان کرد ایره با الله شریک ساخت. تو را باید اشتک برای کی تسلیم کنی، الله یا بر موره؟ برای الله. این علیا با کی تسلیم میکنن؟ بر موره. بر موره. یکان تو تاره میره، مثلا یکان تاره میگیره در دستش چک خود میپرده، این چی هست؟ ایره صاحب از فلانی جای آورده، میگه تاری را حفظ میکنن، دستش هم تار است، دستش هم تار است. بعضی کسا را ببینیم مثلا موره است، صدف است، یاقوت است، کره هست، میگه کره اون دو را دست خود میپرده، میگه کره باز مرا شفا میده. این مشکلات است، کلش شرک است در پناه جستن. دوم، رسول الله صلی الله علیه و چی کرد؟ ممانعت از الفاظ شرک‌آمیز. یعنی رسول الله صلی الله علیه و وقتی که یک کسی یک سخن را میگفت که در او اندک مشکل شرک می بود، رسول الله صلی الله علیه و ممانعت میکرد. در مسند احمد ابن حنبل روایت شده عن ابن عباس ان رجلا قال یا رسول الله، یا رسول الله ما شاء الله و شئت. اینجا جورش کنین خوب، ما شاء الله و شئت. ما شاء الله گفت آنچه که الله بخواه و تو بخوایی، آنچه که چی شوه؟ الله بخواه و تو بخوایی. فقال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که جعلتنی لله عدلا، تو مرکت الله شریک ساختی. چرا گپ شرک آمیزه گفتی؟ بل ما شاء الله وحده، بگو الله به تنهاییش بخواه. مرکت شریک یگانه که میگه از الله و از تو میشه، این جمله شرک آمیزه. میگه نمیگه؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و گفت که تو مرکت الله چی کردی؟ شریک ساختی. و شیخ البانی در سلسله صحیحه گفته که حدیثی که امام احمد روایت کرده حدیث چی هسته؟ صحیح است. سوم چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و بیان کرده که لعنت الله سر کسایی که شرک میارن. عن عایشه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه نبی صلی الله علیه و سلم قال فی مرضه الذی مات فیه، در اون مرضی که رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد، آخرین وصیت رسول الله صلی الله علیه و چی بود؟ سعی که در مرض موتش چی میگه؟ لعن الله الیهود و النصارى، الله لعنت کرده بالای کی؟ بالای یهود و نصارا. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. چرا یارا لعنت کرده؟ به خاطر که اینا قبرهای پیغمبرای خدا چی ساختن؟ مسجد سجدگاه ساختن. شما یک تصور کنین، پدر یک از در وادی در مرض فوت می باشه، یک وصیت برای بچه خود میگه، مگه بچه برات یک وصیت دارن؟ پدر چی رو وصیت میگم؟ گپای بسیار مهمه. آل رسول الله صلی الله علیه و در مرض مرگ خود وصیت کرده. معلوم میشه مهم است یا نه؟ بسیار مهم است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که میگه رسول الله صلی الله علیه و قال فی مرضه الذی مات فیه، در اون مرضی که وفات نمود چی گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ وصیت خدا بیان کرد، گفت لعن الله الیهود و النصارى، الله لعنت کرد کی را؟ یهود و نصارا را. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اینا قبرهای پیغمبر خدا چی جور کردن؟ مساجد جور کردن، سجدگاه جور. پس رسول الله صلی الله علیه و چی گفت؟ گفت که لعن الله الیهود و النصارى، لعنت کرده الله کی را؟ یهود و نصارا را. چرا لعنت کرد؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیغمبرای خدا چی گرفتن؟ سر قبر گرفتن، اینجا یک دونه قبر جور کردن، آمدن در پشت سر قبر به الله سجده کردن، به قبر پیغمبر چی کردن؟ الله چی کرد سرشان؟
لعنت. لعن چی را میگه؟ میگه اللعن الطرد من رحمت الله. لعن چی مانا؟ راندن یک کسی از رحمت الله، و بزرگترین رحمت الله جنت الله. فهمید یعنی وقتی پیغمبر میگه لعنت هستی، معنی که از جنت الله چی هستی؟ محروم هستی. این حال پیغمبر صلی الله علیه چی میگه؟ ام المؤمنین میگه ولولا ذلک لابرز قبره. اگر امی گپ نمی بود قبر از بسیار بلند میکردن، اما نکردن. غیر ان یخشى ان یتخذ. و در حدیث دیگه چی میگه؟ عایشه را دارم که اگر اینایی بود قبر پیغمبر صلی الله علیه و حجرگه که تنهایی تو قرار نمیدادن. چهارمیش چی است؟ شرک یکی از هلاک کننده هاست. شرک انسان چی میکنه؟ هلاک میکنه. عن ابی هریره رضی الله عنه، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است عن النبی صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فرمود اجتنبوا. عن ابي هريره رضي الله عنه، ابي هريره رضي الله عنه میگه عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. اجتناب کنید از چی؟ از 7 چیزی که شما را در روز قیامت هلاک بینمایه. هلاک میشید، هلاکت است. قالوا یا رسول الله، مردم گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما هن، این 7 هلاک کننده چی است که ما از خدا اجتناب بکنیم؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الشرک بالله. اولش چی است؟ شرک است. و السحر، دومش سحر است، جادو. اوش کو پیش جادوگر نری، جادو نکنیم. سومش چی است؟ و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. کشتن نفس یک مسلمان یا از هر کسی که باشه که او را الله حرام کرده مگر به حقش. اگر باز خودش قاتل بود باز قصاص میشه، اگر مرتد بود سرش حد ارتداد سرش چی میشه؟ اگر کافر محارب بود مردار میشه. این و اکل الربا دیگه چی هست؟ موبقات سود است. کسی که در بانک های سودی کار میکنه، کامپیوتر کار است، فهمیدی؟ دروازه‌وان بانک سودی هم کس یا هم در لعنت الله گرفتاره، بسیار خطرناک است. و دیگه چی است؟ و اکل مال الیتیم، خوردن چی؟ مال یتیم. بعضی کسا میگه من مال یتیم نخوردیم، بعضی کسا میخورن هم میفهمه. در می شوجومگی و چلاک هست اکثرا مال یتیم چی میشه؟ شوجومگی میشه. شما میری خوب شکم سیر میخورید، روز 2 روز 3 شوجومگی 40 و او حالا که 1-2 لگ از یتیم مانده کل از رو چی میکنن؟ شوجومگی میکنن. این اکل مال یتیم است. اول احتیاط بکنید این قسمت مال یتیم. و تولی یوم الزحف، دیگه کسی که در روزی که مسلمان ها در جهاد حرکت میکنه یک نفر هم تو پت از بی خاطر چی کرده؟ گریخته باشه. و دیگه چی هست؟ هفتمیش و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. بسیاری کسا از دخترای مردم سرش تهمت میکنه. قذف چی هست؟ یک نفر هم میگه زناکار است، یک جوان بیچاره را میگه زناکار است، سرش چی میکنه؟ قذفش میکنه. قذف میگن. فهمیدین؟ از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چی اعتبار که بنابود بودنیست. از گوش خیش مشنوی که آن فلان نمان، در گوش دیگران خبرت هم رسیدن.